خیلی‌ها میگن که کابینت کارا بدقولن، اما بیاین یه ذره منطقی تر به قضیه نگاه بکنیم. وقتی که شما کابینتتو به کابینت کارت سفارش میدی، اولین مرحله طراحیه. حالا اگه طراح سر شلوغ باشه و طرحو دیر بده، تقصیر کابینت کار نیست. مرحله بعدی خرید متریال. خیلی وقتا اون چیزی که شما مد نظرته توی بازار پیدا نمیشه. همین روند کارو کنتر میکنه. مرحله بعدی انجام خدمات. تو همه کارگاه خدماتی انجام کل خدمات سر نوبت صورت میگیره. این پروسه هم شاید یکم زمان بر باشه، اما بازم تقصیر کابینت کار نیست. بعد انجام خدمات میرسیم به اجرای کار. تازه اگه شاگرد کابینت کار وسط کار یهو اوستا رو ول نکنه و بره. کابینت کار شما بیشتر از این که بخواد کارتون رو زودتر تحویل بده، دوست داره یه کار تمیز و باب میلتون رو بهتون تحویل بده. شما هم اگه کار تمیز میخوای یه ذره باید صبر بکن. فکر نکنم بعد از دیدن این کلید بازم به کابینت کارو بگی بد کن. این پستم بفرست واسه اون کابینت کاری که همیشه اجرای کار تمیز براش اولویت داره.